خواهم بلده خموشه بشانم دل و بستن لیکن من ایره پاک نمی سابقم از دراز سفارش دارم به پاک نورانی کده بچه اینجره از ما سپایزیه دیگه صحیح است خویزی چون تسیسی چه آب هواییه نه؟ بله عزیزان سلام، امید است که جور صحتمند سر حال باشین. در هر گوشه از دنیا که قرار دارین اوقات با کام شما روزگار شما بر وفق مراد شما باشه. خوش آمدین به یکی دیگه از ویدیوهای از ما. گرچه ما مرزم دی وقتا ویدیو اشتن بخی زیاد مرفته ارتباطات ما کم شده، ولی خب ما آمدیم امروز که یک سلام داشته باشیم خدمت شما. خب عزیزای دل ما هم سلام دارم خدمت همگی شما. امیدوار هستم که خوب باشین، خوش باشین، همراه فامیل و عزیزای خوب یک زندگی خوب و خوش آرام داشته باشین. خیلی زیاد خوش آمدین در این ویدیو. ما امیدوار هستم که دوستان می لحظه چیکار کنین؟ مرسی لایک ویدیو رو لایک کنین، سابسکرایب کنین، شیر. البته ویدیو را اگر دوست داشتین همین کار حتما 100% انجام بدین. باد میزنم می خانم خیلی خوبیش اینه که پیش درازه خیلی باد خوب میزنم. خب عزیزان تا که بوی بلنشته خیلی خوبه. عزیزان رقمین گرین دیگه. ما و مرتضی رایی شدیم، ستاره هم هست، ستاره اونجا پیش سوچیدم که موریم بیرون. مرتضی دو تا کار دارم، من یک تا کار دارم. مرتضی مور سلمانی، من مور مارشگاه. دیگه چی کار داریم مرتضی؟ یک دانه پارسل داشتیم آمده در پیش ایمان باره. مردم آنلاین سفارش میده میرن ادم درش تبلیل اموز چیکار نی؟ تا پیش ایمان باره. من چون اینجا کوچه میترسه رکشوان هست اینجا دلهوره داره که برادر یک قدم پارسل میره دلهوره داره. از رستوران هم غذا طلب کنیم تا سر کوچه رو میه. یعنی اینجا کوچه نمیه میترسه. به هر صورتش بریم که دیر نشه و بنده خدا منتظر است بریم پارسل هم بگیریم و ببینیم چی ویدیو قد از ما باشین. بله دیگه دوستا دیر شده زنگ داره یک شما چرا آمده تحویل نمیگیرین بس دیگه خب دوستان ما در آرایشگاه آمدم رسیدم دیگه. دل مسته که مجای خود جور کنم. ستاره چی مخیر مادر؟ آیسکریم. عزیزم اولین بار ما که میخوایم بلده خموشه بشانم، یعنی قبل از موجه و بعد از را بلدش منشان میدم که چه رقم است، دم میشینه نمیشینه، راحت هستم نیستم دیگه. بعد از اینکه جور شد باز بلدش میدم. خیلی هیجان دارم چون دفعه اول ما احساس نم که شاید خیلی چشمای من اذیت کنه، ولی نمیفهم دیگه. شما کسایی که تجربه دارین زیر ویدیو نوشته کنین که چه رقم است و همین دیگه. ما در قسمت ابرو چشم مو این چیزا تا هنوز هیچ تغییراتی نبوده، فقط میخورن کردیم دیگه. از این کارو نکردیم، موجه نشوندیم، ابروی خطیتو نکردیم، لبای خود ژل نزدیم، هیچ کار نکردیم. این اولین بار ما به خاطر یک مناسبت میخوایم که موجه بشونم و دیگه یکی ایدم نزدیکه، از خاطر خواستم یک تغییرات بیارم. امروز باید مو ششتم از تو موجه خود ششتیم. بعد از کار موجه هستم. قبلا هم ویدیو گرفته مثال کم فهمدم چنه خیلی هم تو چرارش نشان میدم. حتما نظرات خود زیر ویدیو نوشته کنیم. دوستان دفعه پیشم که اینجا آمده بودم بخاطر میخ قیچی کردم، من پیش نیلوفر خانم آمده بودم. من آرایشگاهش هم به اسم نیلوفره، نه؟ به اسم نیلوفره در میدان شهدا دیگه. کاش خیلی خوبه
قیچی کتاب من خیلی خیلی خوب شد بود، خیلی راضی بودم. میگم مجرد کشاندیم هم تو خیلی طبیعی خیلی خوب شد. خب من که خیلی خوش کردم واقعیتش. کار که خوب باشه دیگه نیاز به تعریف نداره نه؟ ستاره برو ببینیم کدام خوش کردیم. واو چه مقبوله شکلی از دختر من. ستاره از تو مقبوله از من؟ از من مقبوله. از دختر من مقبوله. واو صورتیه یکم ریزه یا؟ ستاره خسته شدی ماما؟ به 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 پاک نورانی کده بچه اینجا. مبارک باشه استایل موی جدید. سلامت باشی. تشکر. خیلی خوش تیپ شدی. قدم را جا فرمودید. انشاءالله دوستا از مرجع پذیراییم در هتل در خانه بسرشیک. حالا یک رستوران هسته کردیم تا برای اولین بار آمدیم تجربه کردیم. ما مرتضر بار که میخوایم بریم دیگان رستوران تکراری نموریم. رستوران های جدید بریم که امتحان کنیم که چرا خم است نه، مثلا غذای جدید اگر داشته باشه، محیط جدید. خلاصا امشب آمدیم در این مکان. حالا در چی شیشتیم؟ در مو فامیلی دیگه مینه خودمون فرش کردیشی گفتیم مرتضی که آمدیم دیگه. خیلی خوبه، تمیزه. حالا تبلیغات چه نشه خود دیگه نمگم. غذاشم خوب باشه، غذاشم خوب بود با 100% نام شده. بله دیگه دوستایی که در کجای قطعا نالشی نخواد اونجا. بله 100%. دوستایی که در کویتا نیه بدونشون نام شده. با گفتی مردم تشریف بیاریم. بله با گفتی مردم کویتا یک علاقه جای دیگه هر کس بلده تمام جایش رو نه. علی مرتضی استایل موی تو خیلی خوب شد به نظر من. دوستام شاید بخی ریلکس شده باشه خود چون دیگه مویت بلی دیگه پیشنیت نمیه نه. از من درسته پیدا میشه نمیتونی باشه. موی دراز اصلا خوب میرم میه هر رقم میه ولی رقم که خوبه که خود رو هدی. ستاره استایل موی بابا چطوره؟ بده؟ خوشتون آمد؟ چرا؟ ستاره او رقم خوش دارم. خب بله خیلی خسته شدیم عزیزا. رفتیم کار خود انجام دادیم دیگه. گفتیم بریم یکان جای غذا بخوریم. این اینجا انتخاب کردیم که پیشتر نشان دادم. خاله ما که رفتیم صرف رقم کردیم. تو چیکار کردی؟ ما یعنی فهمیدن هم شد دیدن هم شد. ما که خیلی کوشش میکنیم که معلومش نخواه میشه بدم. لا نمیفهم دیگه در نظر است نه مقبوله. ما که مفهمم آره مقبول شده. از همون در رشکا که برش نفهمدی؟ 100%. از اول مقبول بدی خوب بازم مقبول شدی. شکر شما مقبول میگرم. برستم تبریک باشه استایل. سلامت باشی. اینی اولین بار من خزا رفتم اونجا شدم. ما اولش خیلی استرس داشتم. ما گفتم شاید چشم خیلی خرشت بگیره بسوزه. باز خوب شد که نه خرشت گرفت من سوزش کرد. خیلی آدم مگم یک کار که انجام ندیه قبل از اینکه انجام بده خیلی استرس داره نه ترس برای نمیشه. وقتی که وارد چی میشه انجام میده هیچ نیه واقعیت چی نمیکنه. آره ما خیالم کنم شاید خیلی چشمش مخرج بگیره ولی اصلا رقم نبود. دیگه خیلی راحتم فعلا. خوبه. دیگه از منتظر غذا بیار. کاش زودتر بیاره. آره گوشنه شدیم دیگه. یعنی نورای زرد کست آدم زیادتر گوشنم نخبری؟ یک چاله که در رستوران استفاده میشه. نور زرد کار من که زیادتر اشتیاق آور است. برای اولین باره که میشنم ما کلا زیاد گوشنه شده. دختر من گوشنه شده. پیاده گشته دختر من. خیرنال گفتم میاره غذا رو. مرتضی؟ بله. من خوب بیز دیر میاره. بسته خوب خیاب مرفتم. بسته که سپورش دارد بینه. آره.
باز کنم سر کنم که چی هستم. باز کنیم. ایره دوستان مخوضا بلدیم سفارش داره تو کنم که چی میبرای. دیم بستم دیگه من ایره تا خانه رو سوار کنم. از دراز سفارش داره. بزی کنم اینجا وقت هستم؟ آنه دیر میره میرسه چه ماستی؟ من داری باز خوش رنگه خوش رنگ ما دید من رنگش نسواریه نه نسواری نیه تو اسکرسته اسکرسته خوبه؟ خیلی خوش رنگه باشه کلیفه چون سر کنم من برای کی کردی؟ ای بابا ایت سفارش داره ماما برای کی؟ ریزه یعنی؟ سرسیم چرا سعی کنم ماما انجام میدم برای زرخانه است دیگه هوام گرمه هوا گرم میشه آه من میزی کالا خوش دارم امزو کلا خوش داری؟ سایز لارج اکس لارج اونجا نشته بلیش بخون سیز چند؟ از دراز زدم همین قصد جنس دگیردم بیا نه اکس لارج باید شکر بکشم میشم تشکر بیا با خوبی بپش تشکر سلامت هوا گرمه یک ذره خنک نه در خانه لباس خنک نداشتیم ما بابا این میره به کم اینجا زیاد لباسی چی پیدا نمیشه لباسی زیرخانه یا ما نداریم یا نیستم نه بین آدم بعضش فکر نمیکنه پیدا کنه از آنلاین سفارش میده نه یا خوب شیم چلاش خیلی خوب شیم مبارک باشه دیگه نه میره لای ما بخیر دل جگر ما در دردم است اینه بود از بسته ما دیگه عزیزا دیدیم که چی بود بسته چی بود تو دیمیره چند چیز چی بینی دیگه هدیه نگه ای قیمت چی زیاده مگر نظر ده خیلی ها تو درازه دیگه عزیزا کسایی که در کویت هستیم درازه میدنیم برو تران اونجا چی رو بگو که بگو که مغازه ما آماده نشد برو بچه خیلی خوش رنگه خیلی خوب شیم این خواهد خیلی بزرگانه اختیس موگوشو چون بونه؟ خب الالای هم رزوتر شد ستاره کسی رقم زنکه ایرانی که وجه جا کم بود باش چای من همیشه نفسی که داشت جور من نمخوره در خانه مردم که رفتی یک جایی که رفتم هیچی ها کنجین چی میکنه؟ دوغ اگه هسته بیارن دوغ دارین؟ دوغ کلان یا ریزه؟ دوغ کلان آره مگه در خانه در شی کله میدم مخورم مگم منی میره بفهم که نمی کله دیگه میره بخور نه بس خانه فامیل که رفتم که مامان این چیه؟ تو رفت بیرون ما یک دانه چیکن ملایی خواه نیش کسی بیف هسته؟ از ما سورپرایزیه دیگه خواه صحیح است خویزی چون تو سیسیه کدوم کنی؟ واو ستاره خوب اسپیشاله خواه خب از جایش مخالی دیگه ما بریم و گفتم مردم کوفت کنیم دیگه غذای خوب بخوریم باز برمیگردیم خب مرتضی نره این طرف خانم بریم من چکی بریم بلاش بریم دیگه اینو پارسال هم بگیر پارسال ستاره بجوشت ستاره تو اونجی مامان مش مامین بود
از اون باید کاری رقم تیز باره. بکشون بگیر. نه از ما آمده بیم دواخانه بخاطر که دوای مادر جانم خلاص شده بود و دیگه من خود من بخاطر گلون خود گولی در کار ما بود دیگه گرفتیم خلاص. نه من میگیرم بری وقتم شده 7:30 بجه بریم دیگه طرف خانه. خب دوستای نازنین ما امیدوار هستم که تا این بخش ولاگ که دیدی لایک کرده باشی ویدیو را و اینجا ما را میبینین که داخل رکشه شدیم طرف خانه میریم و اینجا هم خانه رسیدیم. از شانس کمی از ما خانه ما برق نداشت گرچه نمیشه همین رقم است دیگه خانه های داخل کوچه برق داره فقط همین خانه از ما برق نیست دیگه اکثر اوقات برق نیست دیگه نتونستیم که ولاگ ادامه بدیم. ما مرتضی همگی شما را صمیم قلب دوست داریم عزیزا در هر جای که هستین برق داشته باشین صحت سالم باشین تا ویدیوی دیگه خداحافظ.